آدمای معمولی با این پولا چی کار میکنن که پولدار نمیشن، ولی به جاش حرفه‌ای‌ها چرا پولدار میشن؟ چون این کارا رو انجام میدن. معمولی اگه 100 تومن دستش برسه، سری بدو یه آیفون 16 پرو مکس، یه عکس جلو آینه، استوری توی اینستاگرام و باهاش کلاس میذاره. ولی حرفه‌ای میره باهاش طلا میخره، سال بعد با سودش آیفون 17 میخره. معمولی 500 تومن رو قرض میگیره، با بدبختی جور میکنه که یه ماشین چینی آشغال اونم قسطی بخره. حرفه‌ای به جاش یه 500 تومن دیگه وام میگیره و باهاش یه آپارتمان میخره. معمولی 300 تومن جور میکنه، 2 سال زحمت میکشه برای جور کردن این پول، مبلمانش عوض میکنه که فردا با جناقش اومد خونشون براش کلاس بذاره. ولی حرفه‌ای به این چیزا توجه نمیکنه، میره یه سبد سرمایه گذاری تشکیل میده، دلار و بیت کوین و طلا میخره. معمولی 2 میلیارد تومن پول بی زبون رو میده بالا شهر یه خونه رهن بکنه که باش کلاس بذاره، بگه من بالا شهر نشینم. ولی حرفه‌ای نصفشو طلا و نصفشو آپارتمان